روز 30 اکتبر سال 1935 نیروی هوایی آمریکا مسابقه‌ای رو برگزار کرد بین شرکت‌های هواپیمایی سازی تا از بین اونها بتونه سازنده نسل بعدی بمب افکن‌های دوربرد خودش رو تعیین کنه. این مسابقه قرار نبود رقابت چندان پیچیده و نزدیکی باشه. همه میدونستن و همه حدس میزدن که بوئینگ برنده این مسابقه خواهد بود با مدل 299 خودش و بدنه آلومینیومی درخشانش خودش که اوج هنر مهندسی زمان خودش بود. همه چی به خوبی پیش میرفت. بمب افکن 299 از روی باند تو شهر دیتون اوهایو آمریکا تیک آف کرد و بلند شد و همه نفس راحتی کشیدن که همه چی داره خوب پیش میره. ولی به ارتفاع 300 فوتی بیشتر نرسیده بود که ناگهان از یه طرف کج شد، استال کرد و سقوط کرد. این حادثه باعث شد تحول بزرگی در صنعت هوایی رخ بده. این تحول محدود به صنعت هوایی نبود و امروز میتونه کمک بسیار بزرگی برای ما کسانی که میخوان تو بازار سرمایه گذاری کنن باشه. امروز میخوام در مورد این تحول صحبت کنم. کمی هم سراغ دنیل کانمن معروف برنده جایزه نوبل میرم تا ببینم اون چه درسی رو برای ما سرمایه گذارا داره. در انتهای حرفم کمی در مورد یک کتاب بسیار مفید که خیلی میتونه به شما کمک کنه در سرمایه گذاری و نگاهتون به بازار با شما حرف میزنم. سلام، من مهدی هستم و این 36مین اپیزود از پادکست من به نام پرسه‌زنی در بازاره. با من همراه باشید. بعد از اون سقوط تحقیقات زیادی انجام شد. برای مهندسین و تیم فنی بوئینگ غیر قابل باور بود که چیزی توی طراحی بوئینگ مشکل داشته باشه. از طرفی خلبان اون پرواز هم خلبان بسیار پرتجربه‌ای بود. اصلا اصطلاحاً تست فلایت بود، کسی که آموزش دیده بود و تجربه اینو داشت که هواپیماها رو برای اولین بار در واقع تست کنه و آزمایش کنه. بنابراین خیلی بعید بود که اون اشکالی داشته باشه کارش. ولی تحقیقات نشون داد که حق با تیم فنی بوئینگه. هواپیما اشکال فنی نداشت. تنها مشکل اینجا بود که خلبان فراموش کرده بود که مکانیزم قفل رادر رو که بالک عمودی انتهای روی هواپیما روی دم هواپیما هست، اون مکانیزم رو غیر فعال کنه و اون قفل مونده بود و این باعث شده بود که هواپیما سقوط کنه. این اتفاق تجربه عجیبی بود از این نظر که نشون داد که بوئینگ 299 که هواپیمای جدید و نسبتاً پیچیده‌ای بود چطور باعث شده بود که یک خلبان حتی با تجربه یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین قدم های کنترلی خودش رو که در ابتدای پرواز باید انجام بده رو فراموش کرده انجام بده. ولی نیروی هوایی به راحتی از این هواپیمای عالی نمیخواست بگذره. بنابراین شروع کردن کار کردن روی اینکه چه کار کنن که این مشکل برطرف بشه و به چیزی رسیدن و مفهوم و روش و ابزاری رسیدن که امروز بسیار روتین و عادیه. اون چیزی نیست جز چک لیست. شروع کردن روی کارت‌های خیلی کوچیک قدم‌هایی رو که خلبان و در واقع خدمه پرواز و کمکش یا باقی خدمه باید انجام بدن قبل از تیک آف، قبل از پرواز، چیزهایی که باید چک کنن و قدم‌هایی که بردارن رو فهرستوار آوردن. قدم‌های کلیدی که انجام دادنشون بسیار مهم بود. اینو توی کارت‌های خیلی کوچیکی گذاشتن و خلبان و خدمه موظف شدن که این چک لیست رو یکی یکی انجام بدن و جلو برن. نکته جالب اینجاست که بوئینگ 299 با استفاده از این چک لیست ها وارد ناوگان هوایی آمریکا شد و 1.8 میلیون مایل پرواز کرد. نیروی هوایی آمریکا 13,000 تا از این مدل رو سفارش داد و یکی از هواپیماهای بسیار موفق دوران خودش بود. فقط با اضافه کردن یک ابزار کوچیک به اسم چک لیست، چیزی که امروز در تار و پود صنعت هوایی در همه قسمتاش، نه تنها قسمت پروازش بلکه قسمت‌های طراحیش، قسمت‌های بازرسی و همه چی تنیده شده این چک لیست. ولی
نکته اینجا بود که چرا این چک لیست میتونه چنین تأثیر بزرگی رو بذاره. یک کتابی هست که من توصیه میکنم حتما بخونیدش. کتاب بسیار ساده‌ای هست که این کتاب رو آتول گوانده نوشته. این آتول گوانده جراحی در بیمارستانی در شهر بوستون و این کتاب اسمش از چک لیست مانیفستو. این کتاب به خوبی تجربیات مختلف رو توی زمینه‌های مختلف کاری و حرفه‌ای نشون میده و توش نشون میده که چرا چک لیست میتونه بسیار مفید باشه. حرف کلی این کتاب اینه که تو دنیایی که امروز ما زندگی میکنیم و دنیای بسیار پیچیده‌ای، خیلی از ماها تصمیمات ساده‌ای رو که باید انجام بدیم و از خاطر میبریم به دلایل مختلف روانشناسی که همتون حتما بهتر از من میدونین. خیلی از ما آموزش‌های پیچیده‌ای دیدیم، خیلی از ما مطالعات زیادی داشتیم، درس‌های زیادی خوندیم و از توانایی‌های خودمون مطمئنیم و در واقع کارهای چک لیست کارهای پیچیده‌ای نیستن. این که مکانیزم قفل رادر رو از کار بندازین چیزی نبودی که این خلبانه با تجربه انجام نده یا از اهمیت انجام دادنش غافل بوده باشه. ولی گاوانده اینطور میگه وقتی سیستم ها از یک حدی پیچیده تر میشن، تصمیم گیری وارد یک مرحله و یک فازی میشه که قسمت های کوچیکی ممکنه از خاطر ما بره، یا به دلیل اعتماد بیش از حد خودمون یا به خیلی دلایل دیگه. اینکه فقط اون تصمیم گیری روال بسیار پیچیده‌ای هست. گاوانده از اهمیت ایجاد چک لیست ها برای فرآیندهایی صحبت میکنه که به قول مهندسا میگن یا همه یا هیچن. به این معنی که اگر هر کدوم از قدم ها و یا اون سری تصمیمات درست گرفته نشن و انجام داده نشن، کل پروسه تصمیم گیری، کل نتیجه پروسه تصمیم گیری به خطر میفته و در واقع ممکنه درست نتیجه نده. در واقع به همین دلیلی که بهشون میگن یا همه یا هیچ. گاوانده اون رو با رفتن به فروشگاه برای خرید مواد تشکیل دهنده کیک تشبیه میکنه و میگه که اگه هر کدوم از مواد تشکیل دهنده کیک رو ما نخریم، کیک اونجوری که میخوایم در نمیاد و چه بسا اصلا نتونیم کیک بپزیم. گاوانده میگه که یک راه تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزهایی رو توی چک لیست بگنجونیم، انتخاب و پیدا کردن این مواردی هست که انجام ندادنشون لطمه اساسی به نتیجه روند تصمیم گیری ما میزنه. یک نکته مهمی که دیگه که گاوانده روش تاکید میکنه، میگه که خیلی وقتا ممکنه استرس اون لحظه و اون موقعیت باعث بشه که ما یکی از این قدم‌های اساسی و بحرانی و کلیدی رو فراموش کنیم. خودش چون پزشک است میگه خیلی وقتا ممکنه ما با یک مریضی مواجه باشیم که حال بسیار وخیمی داره و در واقع فشار این هستش که هرچی سریعتر براش کار بکنیم و خیلی طبیعیه که ممکنه ما این قدم بدیهی که گرفتن نبض مریض باشه رو فراموش کنیم و اینجوری میگه که تو شرایط تحت استرس داشتن چک لیست میتونه به ما کمک کنه. این کتاب چک لیست مانیفستو رو توصیه میکنم بخونید. کتاب بسیار بسیار خوبیه. مایکل مابوسین که سرمایه‌گذاری که قبلا در موردش مفصل باهاتون صحبت کردم و از نگاه تیزبینانه و ریزبینانش من همیشه استفاده کردم، به درستی میگه که ما دو جور چک لیست داریم. نوع اول چک لیست ها چک لیستی که به اسم دو کانفرم یا بکن و مطمئن شو معروف هستش. مابوسین میگه که استفاده که سرمایه‌گذار میتونه یا یک کسی که تو بازار میخواد فعال باشه و معامله‌گر باشه از این چک لیست بکنه اینه که قدم‌های اساسی که باید از نظر خودش برای خودش داشته باشه برای اینکه یک سرمایه‌گذاری رو به عنوان مورد سرمایه‌گذاری انتخاب بکنه یا یک معامله رو انجام بده، اینها رو برای خودش باید لیست کنه. مثلا میگه که من فقط تو شرکتی سرمایه‌گذاری میکنم که سودده باشه. من شرکتی سرمایه‌گذاری میکنم که توی مثلا 10 سال اخیر به صورت متوسط درآمد خودش رو افزایش داده باشه، یا کش فلو یا فری کش فلو یا نقدینگی آزاد خودش رو، جریان نقدینگی آزاد خودش رو افزایش داده باشه. یا مثلا تو شرکتی سرمایه‌گذاری میکنم که بازدهی روی سرمایه‌اش بیشتر از مثلا 10% 15% باشه. مثلا شرکتی که میزان بدهیش مثلا از انقدر بیشتر نباشه، میزان
نسبت جاری یا کارنت ریشیوش از انقدر کمتر نباشه یا از انقدر بیشتر نباشه. خلاصه یک لیستی رو برای خودم دارم به عنوان سرمایه گذار که اینا برای من مهمن. اینا رو یکی یکی چک میکنم. اگه هر کدوم از اینا برقرار نبود، نه اینکه لزوما سرمایه گذاری رو کنار بذارم، ولی باعث میشه من توقف کنم و راجبش بیشتر تحقیق کنم. به این جور چک لیست ها میگن دو کانفرم، بکن و مطمئن شو. همینجا معلومه که شما برای همچین چک لیستی باید برای خودتون یک فلسفه سرمایه گذاری داشته باشید، چیزی که بعضن بهش میگن مانیفستوی سرمایه گذاری. یعنی شما باید برای خودتون باید بشینید اینو واضح کرده باشید شما به عنوان سرمایه گذار تو چه شرکت هایی میخواین سرمایه گذاری کنید. شرکت هایی که داغن و همه دنبالشون دارن میدن، آخ تسلا رفت بالا بدو دنبالش بدویم، نیکولا رفت بالا بدو دنبالش بدویم، آخ مثلا بافت پیر شد دیگه نمیتونه چیز کنه دیگه سرمایه گذاری کنه، سهامش افتاد پایین، برم سرمایه‌مو بکشم از توش بیرون. یا مثلا بافت اگه سرمایه‌شو مثلا از تو هواپیمایی کشید بیرون، منم دنبال بافت برم بکشم بیرون مثلا سرمایه گذاریمو از سرمایه‌مو از تو شرکت‌های هوایی مثلا. یا اینکه مثلا میگم که من تو شرکت‌های سرمایه گذاری میکنم که مثلا نسبت پی به ایشون سر به فلک نذاشته باشه. من با اینکه میدونم که پی به ای بالا نشون دهنده انتظار بالای بازار از سرمایه گذاری از انتظار بالای بازار از رشد اون شرکت مربوطه هست، ولی برای خودم حد و حدودی قائلم. من تو شرکتی سرمایه گذاری میکنم که بتونه با پول نقدی که به دست میاره بدهی‌های جاری خودش رو به راحتی بپردازه. تو شرکتی سرمایه گذاری میکنم که میزان اینونتوریش مثلا یا موجودی انبارش مدام در حال افزایش نباشه. تو شرکت سرمایه گذاری میکنم که بدهی یا طلب شرکت یا اکانت ریسیویبلش، طلب شرکت، بستانکاری شرکت از کسانی که ازشون طلبکاره، از مشتریانش مدام رو به افزایش نباشه و شرکت اینو بتونه کنترل کنه، بتونه طلب خودش رو از مشتریان خودش وصول کنه. من تو شرکتی سرمایه گذاری میکنم که مثلا میزان بدهی بلند مدت شرکت نسبت به ارزش خورد شرکت از یک نسبتی بالاتر نباشه. من مثلا تو شرکتی سرمایه گذاری میکنم که مدام در حال انتشار جدید سهام جدید نباشه و جذب سرمایه. مگه شرکت میخواد چیکار کنه؟ چرا از طریق خود درآمدهای خود شرکت سرمایه گذاری نمیکنه توی کسب و کار خودش؟ و نمونه های مختلف. من تو شرکت سرمایه گذاری میکنم که مدیرانش مثلا توی خودش یه بخش از سرمایه خودشون رو تو شرکت خودشون سرمایه گذاری کرده باشن. من تو شرکت سرمایه گذاری میکنم که دستمزد مدیرانش از میانگین دستمزد بازار خیلی بالاتر نباشه. دستمزدهای منظور مدیران شرکت‌های در همون اشل خیلی بالاتر نباشه و عوامل مختلف، چیزایی که شما باید برای سرمایه‌گذاری خودتون به عنوان شرط‌های اساسی بگذارید. اینها رو مایکل مابوسین میگه اینا رو جمع کنید به صورت یک چک لیست. ممکنه چک لیست بسیار بلند بالایی باشه، اصلا باید چک لیست بلند بالایی باشه، چون شما دارین پولتون رو میذارید توی این سرمایه‌گذاری. بنابراین کسی که مثل با دید بافت یا با دید سرمایه گذاری بلند مدت میخواد به سرمایه گذاری نگاه کنه، نه فقط اینکه سوار داغی یک سهامش رو باهاش بره بالا و نمیدونه که کی سقوط میکنه و فکر کنه که داغ و حالا میره بالا. اگر بخواید به عنوان سرمایه گذار بلند مدت نگاه کنید، بنابراین باید همچین چک لیست هایی رو داشته باشید و اکتفا هم به این نباید بکنید که این چک لیست ها رو یا این چک لیست رو ذهنی تو ذهن خودتون داشته باشید، بلکه واقعا باید انجام بدید اینها رو و واقعا باید اینها رو یک به یک بنویسید و یک به یک انجام بدید. یکی از دلایلی که من تعداد کمی معامله در سال انجام میدم خود من یکیش همینه. یکی اینکه باید این چک لیست های بلند بالای خودم رو بگذرونم، چک لیست هایی که بعضا در مورد صنایع مختلف متفاوتن، در مورد شرکت هایی با کسب و کارهای مختلف متفاوتن. چه بسا در حین اینکه این چک لیست رو باید انجام بدم، من باید بشینم مدت ها مطالعه کنم که عمیق بشم تو اون سهام که ببینم آیا فلان چیز که از چک لیست من عدول کرده، مثلا بدهی شرکت که بالاست، آیا دلیل خاصی وجود داره؟ آیا در مقایسه با صنعتی که اون شرکت توش هست، آیا باز هم اونها هم بقیه صنعت از اون چک لیست عدول کردن؟ چه بسا اینکه شرکتی تو یک صنعت خاص بدهی بالایی داشته باشه اتفاق عجیبی نیست به فلان دلیل. کاری که مثلا جان مالون توی شرکت‌های شبکه‌های تلویزیون کابلی انجام میده و
بدهی بسیار بالایی روی اون دوش اونا میذاره، در حالی که میدونه اینا این بدهی بالا رو میتونن انجام در واقع جوابگو باشن، ولی با این کار سرمایه خودش رو آزاد میکنه که بتونه اون شرکت ها رو رشد بده. باید بدونم که آیا این که من بدهی این شرکت دارم بالا میدم کلا ازش برم کنار، ازش دست بشورم، یا بتونم بفهمم چرا این بدهی شرکت بدهیش بالاست، آیا چه روندی رو داره این بدهی بالا. یعنی میخوام بگم که همه اینها باعث میشه شما نگاهتون روی سرمایه‌گذاری عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه. و اونجا قبلش هم بهتون گفتم داشتن چنین چک لیست هایی لازمش اینه که شما یک مانیفستو یا یک اصول سرمایه‌گذاری برای خودتون داشته باشید. این اصول سرمایه‌گذاری رو بهتره جلوی چشتون بذارید، مثلا بذارین پرینت کنین بزنین جلوی چشتون تو اتاقتون، تو جایی که کار میکنین، یا مثلا بک‌گراند کامپیوترتون باشه، یک جایی که بدونین که این جلوی چشتون باشه، باید مدام بهش رجوع کنین. بدون پایبندی به این چک لیست ها بهتر سرمایه‌گذاری رو انجام ندید، یا حداقل بفهمین که چرا دارید از اون چک لیستتون عدول میکنید. این بسیار نکته مهمی است. اگر این چک لیست ها رو نداشته باشین تبدیل به ژیمناستا و بندبازای میشین که تو هر سرمایه‌گذاری میتونین شرکت کنید و پس داره از شما بپرسن که خب چرا تو این سرمایه‌گذاری کردین، دلیل خاصی رو براش ندارین. این یکی از انواع چک لیسته. مایکل مابوسی میاد میگه که ما یک نوع دیگه ای از چک لیست هم داریم و اون چک لیستی هستش که به اسم بخون بکن معروف است یا رید دو هستش. اون چه جور چک لیستیه؟ اون چک لیستیه که شما برای موارد بحرانی کنار میذارین، برای شرایطی که اون لحظه خاص پیش میاد. مثلا میگم که مثلا شما فرض کنید همچین چک لیستایی برای وقتی که خلبانا دارن، برای وقتی که موتور مثلا سمت چپ از کار افتاد، فلان موتور از کار افتاد، یا مثلا سیستم هیدرولیک هواپیما از کار افتاد. مثلا تو این مواقع خاص برای اصطلاحاً اسپشیال سیچویشن یا موقعیت‌های خاص این چنین چک لیست ها رو به کار میبرن. این چک لیست هایی نیست که به صورت روتین استفاده بشن، بلکه چک لیست هایی هستن برای مواقع خاص. شما سرمایه‌گذار چه وقتی از اینا استفاده میکنید؟ ما بوسی میگه شما سرمایه‌گذار مثلا میتونید وقتی از این استفاده کنید که ببینید که اتفاق عجیبی توی شرکت افتاده. مثلا میگم فرض کنید یه شرکت اعلام کرده که فلان کوارتر پیش یا سال پیش اعلام کرده که درآمدش پیش بینیش به این هستش، به این میزان میرسه، و شما یا توی تحلیل خودتون پیش بینی که توی وقتی DCF رو اجرا کردید، اون اگه یادتون باشه دیسکانتد کش فلو رو اجرا کردید، دیدین که باید رشد انقدر داشته باشه درآمدهای شرکت یا سود شرکت باید رشد فلان قدر داشته باشه و به فلان قدر برسه. وقتی که ببینید که درآمدها اعلام میشه توی سال فلان، در یک انتهای سال یا در یک 3 ماه در یک فصل اعلام میشه، درآمدهای شرکت به اون درآمدها نرسیده و میس کرده اصطلاحاً میگن، یا اینکه برعکس بیت کرده درآمدها رو. یک چیز غیر عادی اتفاق افتاده در گزارش‌های مالی شرکت. اون وقت است که باید برین به این چک لیستاتون مراجعه کنید. یعنی بگین که خب اگه میس کردید چی بوده؟ آیا تغییری به وجود اومده توی کانفرنس کال شرکت که گفتم اون تماس تلفنی است که شرکت‌ها دارن و فایل صوتیشو میذارن توی سایتشون، تو بخش اینوستر ریلیشنشیپشون یا اینوستر ریلیشنزشون میذارن، و با توی اون فایل صوتی که 3 ماه یه بار تو اغلب شرکت‌ها و بعضی شرکت‌های دیگه سال یک بار تحلیلگرای مختلف از مدیران شرکت میپرسن در مورد اون شرکت، در مورد نتیجه مالی اون شرکت میپرسن، ببینید که آیا تو اونها صحبتی شده، آیا تو گزارش مالی شرکت چیزی اومده که چرا درآمدها به اون حدی که می‌خواستن نرسیده، و خلاصه تحقیق باید بکنید راجع به اینکه چه عاملی باعث اون وضعیت خاص شده و اینکه تحتش در بیارین. و براش باید چک لیست داشته باشین که اگه این اتفاق افتاد من این چیزا رو چک میکنم. آیا خبر بدی بوده؟ آیا شرکت درآمدش به دلیل رقیب جدید پایین اومده؟ آیا تغییری توی کسب و کار به وجود اومده؟ آیا دیسراپشن یا تحولی تو اون صنعت به وجود اومده که داره سود شرکت رو مورد خطر و مورد تهدید قرار میده؟ و همینجوری برید پایین تو چک لیستتون. به اینا میگن شرکت‌های رید دوه که میخونید و انجام میدین. چرا اینا رو از این نوع چک لیست‌ها میذارن؟ تفاوتش چیه با چک لیست اول؟ همونجوری گفتیم یه تفاوتش اینه که مدام در حال انجام شدن نیست. این اتفاقهای خاص شما انتظار ندارید هر روز بیفته، ولی اون چک لیست‌های اولی وقتی سرمایه‌گذاری میخواید بکنید، شما هر مورد سرمایه‌گذاری و به عنوان کاندیدای سرمایه‌گذاری در نظر میگیرید، باید تو اون چک لیست دو کانفرم برید و مطمئن شین یکی یکی همه قدم‌ها اجرا شده. پیچیده نیستن هیچ کدومشون، ولی دو طبیعت مختلفن. و ما بسیم میگه که این نوع دوم چک لیست هم نوع چک لیست بسیار مهمیه که شما باید انجام بدید. یا مثلا یکی از چک لیست‌های بسیار جالب در مورد مرجر اکوزیشن، چیزی که دفعه قبل توی بحث
تخصیص سرمایه یا کپیتال الوکیشن در موردش صحبت کردم. این که شما خبر این رو میخونید که شرکتی قراره دو تا شرکت با هم ادغام بشن، یا شرکتی که شما دارید قراره یه شرکت دیگه بیاد بخردش، یا شرکت شما قراره بره یه خریدی رو انجام بده. یکی از مهمترین چک لیست هایی که باید شما داشته باشید، چک لیست برای این مرجر اکوزیشن ها هستش، خرید و ادغام ها هستش. این که یا ببخشید ادغام و خرید ها، مرجر رو اول میگم، ادغام و خرید ها هستش. این که ببینید که چه جوری این معامله داره انجام میشه، چه نسبتی، چه دستمزدهایی پرداخت میشه، آیا شرکتی که داره میخره، شرکت خریدار پول نقد میده یا از سهام خودش داره به اون شرکت میده. اگه پول نقد میده چقدر داره میده، چقدر پول پرداخت میشه. اگه سهام خودشه سهامشو چقدر داره میده که اون شرکت دیگر رو بخره. آیا اصلا این ادغام یا خرید شرکت خرید به جایی هست یا به جایی نیست، آیا فایده‌ای برای شرکت داره یا نه. و لیست طولانی مدتی که یعنی بلند بالایی که شما حتما باید برید. چرا مهمه اینا؟ چون ممکنه همین تصمیم کوچیک کل دیدگاه شما رو نسبت به آینده شرکت عوض کنه. دیگه پی شرکت مثلا 20 نباشه، پی به ای شرکت 30 باشه. یعنی اینکه شرکت یهو ممکنه با این خرید وارد رشد بالایی بشه. اگه مثلا ویزا اومد، یه دونه شرکت ویزا که کارت‌های اعتباری داره و در واقع شرکت اعتباری ویزا اومد یه دونه استارتاپ مربوط به بلاک چین رو خرید، ممکنه این باعث بشه رشد ویزا یهو بره بالا مثلا. یا مثلا اگه خیلی پول داده باشه ممکن رشدش بره پایین. یا اگه شما تو اون شرکت چیز باشین، شرکت هدف خریداری باشین، اون ممکنه بگی که خب من به عنوان خریدار ویزا داره چقدر پرداخت میکنه بابت من، اینی که من شرکتم پیش بینی کردم این شرکت من داره بلند مدت میره بالا. خب الانم شرکت من سهامش ممکنه 2 برابر شده باشه به خاطر این خرید، یعنی اون قیمتی که پیشنهاد شده باشه سهامو 2 برابر کرده باشه به خاطر خرید. خب ولی این بلند 2 برابر شدن ممکنه نیارزه، ممکنه من شرکتم خیلی بیشتر بیارزه از این کار. این کار بیشتر به درد سرمایه‌گذاران فعال میخوره، اون سرمایه‌گذارانی که فکر میکنن تعداد بخش قابل توجهی از سهام شرکت رو دارن و میتونن تاثیرگذار بشن توی آینده شرکت. میگه که این قیمتی که پیشنهاد شده برای شرکتی که من سهام دارشم قیمت منصفانه نیست، با اینکه بالاست، با اینکه سهام داره 2 برابر میشه ولی این شرکت 3 برابر میارزه، چرا باید 2 برابر بفروشدش مثلا؟ خب یه همچین تصمیم گیری هایی باعث میشه که شما نگاهتون به اون موضوع، در واقع تصمیم گیریتون راجع به اون موضوع تصمیم گیری درستی باشه. اینم بگم که هر مرجر اکوزیشنی باید به تصویب سهامداران شرکت برسه، بنابراین در انتها شما باید اونو تصویب کنید، اون معامله که داره انجام میشه رو، بنابراین میتونید توش تاثیرگذار باشید. این هم نوع دوم چک لیستی هستش که در واقع خیلی مهم هستش و باید شما داشته باشید برای خودتون. بهتون توصیه میکنم شروع کنید از الان کار کردن روی چک لیستاتون، درست کردن چک لیستاتون و داشتن چک لیست ها برای موقعیت های مختلف. هرچی این چک لیست ها رو داشته باشید و رو کاغذ داشته باشید براتون مفیدتره. شما حتی اگه معامله‌گر کوتاه مدت هم باشید، یعنی معامله‌گر باشین که تو بازار مثلا فارکس دارین کار انجام میدید. خب یکی از دلایل موفقیت شانسی من اون زمان به جز مدیریت ریسک که خیلی بهش پایبند بودم، به جز اینکه احساساتی نمی‌شدم در مورد بالا پایین رفتن قیمت‌ها، این چک لیست‌ها بود. چک لیست‌ها به من نشون میداد که باید چه وقتی چه تصمیمی بگیرم. اگر چند تا آپتیک کردش اون تیکر مربوطه، آیا بفروشم، آیا آیا پوزیشن رو ببندم یا نه بذارم باز بشه و بره بالا، اگه ضرر کرد چه اتفاقی بیفته. همه اینا چک لیست مستدل و در واقع ثبت شده برای من بود و من عدول نمی‌کردم. این انضباط رو برای خودم ایجاد کرده بودم که از اون چک لیست عدول نکنم. این برای شما که اگه معامله‌گر کوتاه مدت هم باشین توی سهام، تو بازه چه می‌دونم اینترادی، توی یک روز باشید یا توی ماهانه باشین، هفتگی باشین، هر چی باشین، به کار شما هم به شدت میاد. شما باید به این چک لیست خودتون وفادار باشید و ازش عدول نکنید. مخصوصا برای شما که اگه معامله‌گر یا تریدر کوتاه مدت هستین، تصمیمات لحظه‌ای باید بگیرید. برای من که معامله اونچنان سریع انجام نمیدم، من فرصت دارم که در مورد تصمیم گیری خودم فکر کنم. ولی شما ریدو باید باشین. از چک لیست نوع دوم مخصوصا باید خیلی خوب استفاده کنید که تصمیم گیری هایی تو زمان نسبتاً پایینتری به نسبت تصمیم هایی که من میگیرم باید انجام بدین. بنابراین این برای شما مهم هستش. این ها رو گفتم که اهمیت چک لیست رو بگم و قبلش اهمیت اون مانیفستی که برای خودتون باید بنویسین رو بگم. ازش گریزی بزنم به یک نکته دیگه.
اون نکته دیگه چیزی هست که باز مابوسین از قول دنیل کانمن میگه. مابوسین میگه که کانمن، همتون کانمن رو میشناسین، دنیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. یک روانشناس معروف بود که به همراه دوست و همکارش ایمس تورسکی روی تصمیم گیری ها و الگوهای رفتاری روانشناسانه تصمیم گیری ها کار کردن. کانمن سال 2002 بابت همین تحقیقاتش که به همراه دوست فقید خودش که تا موقع دیگه فوت کرده بود، ایمس تورسکی، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. مابوسین میگه وقتی من با اولین بار کانمن رو دیدم و باهاش صحبت کردم، و کانمن بسیار آدم جالبیه و توصیه میکنم ویدیوهای مختلفش رو تو یوتیوب ببینید، مخصوصا یه ویدیو جالب داره با کارمندان گوگل صحبت کرده. مابوسین میگه وقتی ازش پرسیدم چه توصیه‌ای داریم برای سرمایه‌گذارا و اینکه بهتر تصمیم گیری کنن، چه کار میتونن بکنن که دچار این همه مشکلاتی که نتیجه تحقیقاتی که نشون میده ما تصمیم‌های غلطی میگیریم، ما از سیستم‌های غلطی برای تصمیم گیری ذهنیمون استفاده میکنیم، چه کار کنیم که تصمیم گیری درستی بگیریم وقتی این همه ما خطا داریم توی تصمیم گیری هامون. کانمن میگه که من یه توصیه میکنم که همتون یه دفترچه سرمایه گذاری داشته باشید، دفترچه‌ای که بهش میگن ژورنال سرمایه گذاری. شما تمام تصمیم گیریاتون راجع به یک سرمایه گذاری رو بنویسید. این کار به نظر ساده میاد، ولی از من که تجربه کمی در مورد سرمایه گذاری و معاملات بازار دارم بشنوید که این کار ساده، نمیگم سخت‌تر از اونی که به نظر میاد، ولی خیلی مهمتر از اونی که به نظر میاد. این که شما تو دفترچه‌تون فقط بنویسید، خیلی ساده، دفترچه کوچیک ارزون مفت، چند الان قیمتش تو ایران نمیدونم چقدر، دفترچه کوچیک داشته باشید که توش خیلی خلاصه بنویسید، توی مثلا 7-8 جمله بنویسید که چرا فلان شرکت رو داری می‌خرید، به چی فکر میکنید، چرا فکر میکنید فلان شرکت سرمایه گذاری خوبیه و نگاهتون راجع به اون سرمایه‌گذاری اون شرکت بلند مدت، کوتاه مدت چه اتفاقی باید بیفته که شما اون شرکت رو بفروشید. یعنی دلایل تصمیم برای خرید خودتون رو بنویسید، دلایلی که باعث میشه شما بخواید اون شرکت رو که خریدید بفروشید رو هم بنویسید. این خیلی مهمه. من خیلی وقتا تو نوشتن این تصمیم گیری، نوشتن این که برای خودم تعریف کنم که چرا فلان شرکت دارم میخرم، باعث شده دیگه اون شرکت رو نخرم، به همین سادگی. یا خیلی وقتا که میخواستم یه شرکت رو بفروشم، وقتی به دفترچه خودم رجوع کردم به نتیجه رسیدم که نه، نمیخوام بفروشم، این شرکت هنوز اون تز اولیه توش برقراره و هنوز همه چی درسته و نمیخوام بفروشم. این خیلی مهمه، داشتن این ژورنال، اصطلاحاً سرمایه گذاری بهش میگن اینوستینگ جورنال یا تریدینگ جورنال. اگه شما معامله‌گر کمی بلند مدت، تو فارکس خیلی معنی نداره تو اینترادی شما بنویسید که چرا فلان روز فلان کار کردم، کمی بلند مدت، مثلا من معاملات آپشن 6 ماه حداقل میکنم، بازم می‌نویسم که این آپشن رو خریدم به این دلیلی که اینجوری بود، انتظار دارم این اتفاق بیفته، انتظار دارم این اتفاق نیفته. این اصطلاحاً گریکش این معنی داشت، دلتای آپشن اینجوری بودش، implied volatilityش این بود، به این دلیل به همه این چیزا به من این نتیجه رو رسون که این آپشن رو بخرم. خب یک 7-8 خط می‌نویسم راجبش، خیلی ساده، نمیخواد خیلی پیچیده‌شم کنه. اگه همتش رو دارین بلندتر بنویسید، یه جوری بنویسید که کسی دیگه هم اگه بخواد بخونه بفهمه. این نوشتن خاطرات سرمایه‌گذاری بسیار به درتون میخوره. در مورد فارکسی ها هم بگم، انقدر نرونیمشون از درگاه دنیل کانمن، این که اونها هم میتونن مثلا اونها هم میتونن ژورنال خودشون داشته باشن، حداقل از این نظر که بگن که خب من تو روز این معامله رو کردم، این اتفاق افتاد، ضرر کردم، چرا ضرر کردم، چه کار باید میکردم که نکردم، یا سود کردم، آیا من سودم بابت استراتژی درستم بود، بابت تصمیم گیری درستم بود، یا نه شانس آوردم. وقتی من به شما میگم شانس می آوردم، رو حساب همین ژورنال های معاملاتمه که میگم که فارکس شانس می آوردم. تو بیشترشون اینجوری نبود که من توانایی بالای من باعث سوددهی شده بود، نه، درست انضباط من خیلی مهم بود، مدیریت ریسک هم مهم بود، ولی این مدیریت ریسک و انضباط خیلی هم بعضن به دادم ممکن بود نرسه. نوشتن این دفترچه سرمایه‌گذاری، دفترچه معاملاتی براتون بسیار مهمه. یک چیزی ارزون و یه سرمایه‌گذاری خیلی ارزون و ساده است و فقط ازتون انضباط میطلبه. این رو هم من پیشنهاد میکنم به عنوان ابزار دوم که مایکل مابوسین بعد از چک لیست در واقع
و مطالعه کتاب گاوانده در مورد از دنیل کانمن در واقع قرض گرفته و به شما میگه این رو هم ابزار کار خودتون قرار بدید. کتاب چک لیست مانیفستوی آتول گاوانده ظاهرا ترجمه شده تو ایران و ترجمه بدی هم نباید باشه. توصیه میکنم اگر سرمایه گذار، اگه فعال بازار هستید، با این دید این کتاب رو بخونید. حالا اگر نخوندید قبلا، یا اگر خوندید با این دید بهش نگاه کنید و یک مرور دوباره انجام بدین. تا اونجایی که میدونم آقای علی بندری هم توی پادکست بی پلاس خودشون راجب خلاصه این کتاب صحبت کردن. من اون اپیزود رو نشنیدم، ولی مثل همه کارهای دیگه ایشون فکر میکنم کاری بسیار خوب و مفیدی باشه. گوش دادن اون اپیزود رو هم بهتون توصیه میکنم. متن انگلیسی کتاب رو برای اون کسی که دوست دارن کتاب رو انگلیسی بخونن رو من توی کانال پادکست خواهم گذاشت. بعید میدونم خیلیتون برین سراغش چون همتون میخواین فارسی بخونید، ولی خب من همچنان ترجیح اینه که کتاب رو به زبان اصلی بخونم. اگر شما هم زبان خوبی دارید بهتون توصیه میکنم که کتاب رو به زبان اصلی بخونید. اگر فایل صوتیش رو هم پیدا کردم، فایل صوتی رو کتاب رو هم انگلیسی البته سعی میکنم که بذارم توی کانال پادکست. خب این ابزارهایی بود که میخواستم ازش براتون بگم که بیشتر به کارتون بیاد. تو قسمت بعدی همین اپیزود پادکست راجع به اون کتاب دیگه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم و قبلا هم جسته و گریخته راجبش حرف زدم باهاتون صحبت میکنم. با من همراه باشید. در جواب دوستانی که از من راجع به مسیر یادگیری پرسیده بودن و من تو اپیزود 21 فکر میکنم کمی در موردش صحبت کردم، یا دوستانی که کم و بیش این ور اون ور از من میپرسن که چه کتاب‌هایی رو معرفی میکنیم برای مطالعه، برای اینکه بهتر درک بهتری از بازار داشته باشیم، از جمله کتاب‌هایی که من معرفی میکنم یکی در واقع خوندن نامه‌های بافت هست. وارن بافت که همتون میشناسین دیگه، لازم نیست بگم که کی هستش، ولی وارن بافت رئیس هیئت مدیره و رئیس در واقع مدیر عامل شرکت برکشایر، هولدینگ برکشایر، هر سال خطاب به سهامداران شرکت نامه‌ای می‌نویسه. این نامه رو قبل از اجلاس یا مجمع عمومی شرکت که تو ماه می اغلب هر سال انجام میشه می‌نویسه و پخش میکنه و در واقع منتشر میکنه و تو اون نامه نگاه کلی خودش رو راجع به اقتصاد آمریکا، راجع به اقتصاد، راجع به اوضاع و احوال کسب و کار، راجع به صورت خاص در مورد خود برکشایر، شرکت‌های زیر مجموعه برکشایر، آینده برکشایر و خلاصه راجع به یک نامه خیلی بلند، نسبتاً بلند بالایی هست. خیلی بلند بالا که میگم چند صفحه، چند ده صفحه است، خیلی زیاد نیست اونقدر فکر کنیم وحشتناک کتاب هستش، نه. ولی تو اون نامه ها که در واقع هر سال یک بار می‌نویسه، یک دید خوبی رو راجع به اقتصاد میده و شما اگه هر سال این نامه ها رو بخونید، این نامه ها دارای نکات بسیار جالبی هستن و دید بسیار جالبی از اوضاع احوال اقتصادی میدن. بافت این نامه ها رو از روز اولی که مدیریت برکشایر رو به دست گرفته مینویسه. قبل از اون هم وقتی صندوق پارتنرشیپ یا شراکت خودش رو داشت و سرمایه گذاری میکرد برای شرکای خودش، اونجا همین نامه ها رو برای اونا می نوشت. ولی از وقتی اون صندوق رو تعطیل کرد و تمام کارش و وقتش و تمام انرژیش رو برد تو در قالب برکشایر و سهام فروخت، که دلیل بسیار جالبی هم البته داشت که این کار رو کرد که در اپیزود قبلی به صورت مختصر راجبش حرف زدم. نامه رو در قالب نامه سالیانه رئیس هیئت مدیره یا چرمن برکشایر خطاب به سهامدارا می نویسه و این از اون اول وجود داشته نامه ها تا همین حالا. متن این نامه ها، تمام این نامه ها توی وبسایت خود برکشایر، رسمی برکشایر، قابل دسترسی است و میتونید اون رو برید اون رو دانلود کنید و بخونید. نکته جالب دیگه اینه که در مورد این نامه ها من میگم و توصیه میکنم به خوندنشون، که بافت از اون اول تا امروز خیلی آروم آروم شروع کرده سهامداران خودش رو تربیت کردن و آموزش دادن در مورد بازار سهام، در مورد طرز صحیح نگاه به کسب و کار و یک
مثل یک سفریه که از اون ابتدا سهامداران خودش رو با خودش همراه کرده و بهشون آروم آروم آموزش داده. اون چیزی که در مورد کسب و کار لازمه بدونن، در مورد تحلیل کسب و کار، در مورد تحلیل کسب و کار خودش، چون از نظر خودش هر چی سهامداران آموزش دیده تر و باسوادتری داشته باشه برای خودش بهتره. این رو هم جالبه که براتون بگم برکشایر جزو شرکتاییه که اصطلاحا میگن ترنوور سهامش یا گردش سهامش در سال بسیار کمه، یعنی یک نسبتی داره حدود 1% یا شاید بعضی وقتا زیر 1% هم میرسه. منظور این است که میزان حجم معاملاتی که روی سهامش میشه به میزان سهامی که قابل معامله هستن تو بازار میزان کمیه. این نشون میده که از نظر خیلی ها ممکنه به این نتیجه برسن که این سهام بنز کافی لیکوید نیست، ولی اینطور نیست. به این معنی سهام شرکت مشکل لیکویدیتی نداره، خود بافت بهترین خریدار سهام شرکته. مشکل یعنی نشونه این هستش که سهامداران برکشایر اغلب سهامداران بلند مدتی هستن و تو این سهامداری بلند مدت علاقه به فروش سهامشون به این راحتی ها ندارن، چون به مدیریت بافت ایمان دارن. خود بافت میگه که یک مدیر عامل یا یک شرکت همون جور سهامدارانی رو جلب میکنه که لیاقتشون رو داره و بافت از این بابت بسیار راضیه که اغلب سهامداران برکشایر سهامداران بلند مدتی هستند. به همین دلیل روشون سرمایه گذاری میکنه. یعنی نگاه بافت به سهامداران خودش هم مثل نگاه بافت به سرمایه گذاری های خودش هست، نگاه های بلند مدت. چون نگاه بلند مدتی داره، از سال 1960 بوق داره آروم آروم به سهامداران خودش آموزش میده، داره بهشون یاد میده چجوری دنیا رو نگاه کنن تو همین نامه‌های سالانه. خود بافت این نامه‌های سالانه که گزارش‌های سالیانه که در نامه بافت در واقع در ابتدای گزارش سالیانه 10K اصطلاحاً بهش میگن، برکشایر میاد بیرون، چون اول یه حرفای بافت، بعدش دیگه گزارش مالی و عملکرد بافته. برخلاف نامه‌های افراد دیگه و برخلاف گزارش‌های دیگه، گزارش‌های سالانه دیگه توش نشونی از نمودارهای پیچیده، اینکه ما چه فعالیت‌های گوگل منگولی انجام دادیم در طول سال، مثلا چه خیریه‌ای کمک کردیم، خیلی از این حرفا زده نمیشه. خیلی راجع به زندگی خصوصی اطلاعات بی ربط داده نمیشه، چیزی که تو گزارش‌های شرکت‌های دیگه خیلی زیاد می‌بینید اگه شما ورق بزنید. خود بافت میگه که تو ابتدای تو یکی از نامه‌هاش میگه ما همون چیزی رو به سهامداران خودمون ارائه میدیم که به عنوان سهامدار از شرکتایی که توشون سرمایه گذاری کردیم انتظار داریم به ما ارائه بدن و وقتمون رو تلف نکنن. اون نکات رو میخوایم. بافت قلم بسیار گیرایی داره. در جوونیش معلم بوده و معلم خیلی شوخ و شنگی هم بوده و خیلی اصلا دوست داره معلمی و اینکه بره آموزش بده رو دوست داره. اینو بارها هم گفته هم نشون داده. قلمش پر از طنزه و جا به جا من وقت خودم گزارش‌های نامه‌های بافت رو می‌خونم ممکنه قشقش به حرفایی که میزنه بخندم. واقعا طنز خیلی جالبی هم داره تو نوشته‌هاش و از این نظر هم جالب است. یعنی متن‌های نامه‌های بافت اصلاً متن‌های نامه‌های حوصله سربری نیستن، حداقل از نظر من، برای من هیچ وقت نبودن. ولی خب با این حال چون الان حساب کنید 1960 خورده 68 مثلا حساب بگیرین تا حالا 1970 بگیر شما تا همین الان که 2020 باشه 50 سال دوباره بافت این نامه‌ها رو داره می‌نویسه. بنابراین ممکن نامه‌ها اولیه نامه‌های خلاصه تری بودن تا نامه‌های همین الان که نامه‌های پخته‌تر و بلندتری هستن. بعضن ممکنه خیلی از اتفاقات روز اون زمان بوده باشه که خیلی الان کاربرد ندارن، یا مثلا بحث‌های اون لحظه باشه، اون سال خاص باشه. به همین دلیل یک کتابی هست، یک آقایی، یک نویسنده‌ای که من دوستش دارم به اسم لارنس کانینگهام که خیلی رو بافت کار کرده، رو برکشایر کار کرده، اومده این حرف‌های بافت رو موضوعوار در قالب یک کتابی به اسم The Essays of Warren Buffett Lessons for Corporate America جمع کرده، یا مقالات وارن بافت، درس‌هایی برای شرکت‌های آمریکایی یا کورپوریت امریکا، حالا هرچی که اون ترجمه‌اش رو شما می‌خواید انجام بدید. تو این کتاب اومده موضوع بررسی کرده. یعنی مثلا میگه که بافت راجع به شرکت داری، اصول شرکت داری یا گاورننس که ما یه اپیزود در موردش صحبت کردیم، ترکیب هیئت مدیره، اومده تو سالهای مختلف، مثلا ممکنه بافت سال 1978 85 80 مثلا 92 راجع به این موضوع صحبت کرده باشه.
چکیده کلام بافت در مورد این موضوع رو جمع کرده گذاشته توی این کتاب. موضوع بعدی همینطور. البته کتاب همه موضوعات رو نمیپوشونه بدیهتاً، ولی این خوبی رو داره که موضوع واره و شما میتونید اگه راجع به یک موضوع خاص مثلا بدونید، بخواید راجع به دستمزد مدیرا رو مدیرای شرکت ها بدونید و نظر بافت رو بدونید در موردش، بتونید برید اونجا اون موضوع خاص رو پیدا کنید. البته همه موضوع ها رو هم نمیپوشونه. یک جور کتاب گزیده حرفای بافت در مورد موضوعات خاص است. اگر نمیخواین یه ضرب شیرجه بزنین توی نامه‌های بافت از اول تا حالا یا از حالا تا به قبل، توصیه میکنم این کتاب رو بخونید. کتاب ساده‌ای که اولین بار فکر کنم سال 2001 چاپ شده که خیلی چیزا اون موقع من اون نسخه رو دارم، من اون نسخه رو خوندم و چند وقتی بارم برمیگردم مرور میکنم یک موارد خاصی رو. توی همین پادکست از حرفای بافت تو کتاب خیلی استفاده کردم، وقتی در مورد اونرز ارنینگ برای شما گفتم یا در مورد لوک ثرو ارنینگ برای شما گفتم و اینکه چطور بافت چجوری به درآمدهای سهام یک پورتفولیو نگاه میکنه یا به عنوان درآمد یک شرکت، سود یک شرکت نگاه میکنه. از این کتاب و از حرفای بافت خیلی استفاده کردم. این کتابی هست که من توصیه به خوندنش میکنم. خیلی ها این رو حرف رو البته شاید تا حدی اغراق باشه، ولی با این حال من بهش تا حد زیادی ایمان دارم. خیلی از سرمایه‌گذاران خیلی خوب گفتن که خوندن نامه‌های بافت از ابتدا تا انتها، نه فقط این کتاب، منظورم همه نامه‌های بافته، از ابتدا تا انتها یک جور MBA برای شما، جایگزین مفیدی از یک MBA باشه. اگه پولشو ندارید برید MBA بخونید یا اگه وقتشو ندارید MBA بخونید، بهتون توصیه میکنن که نامه‌های بافت رو بخونید. این به نظر ممکنه به نظر کمی اغراق‌آمیز بیاد، ولی واقعاً دید بسیار عمیق و تحلیلگرانه‌ای بهتون میده بافت تو حرفاش و بسیار جالب هست این کتاب. متن این کتاب رو من خواهم گذاشت توی کانال تلگرام. فایل صوتیش رو هم فکر میکنم دارم و اون رو هم میذارم تو کانال تلگرام. یک فایل یوتیوب داره که یک نفر ورشته خودش کتاب رو خونده، اون رو هم میذارم، شاید به کارتون بیاد. ولی متن کتاب رو بخونید، هایلایت کنید. من خودم خیلی استفاده میکنم. اگه نسخه، شاید یه عکس از نسخه کتابی که تو دست من ازش استفاده میکنم ببینید، مدام هایلایت میکنم و آدم‌های بسیار 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 قوی تر از من که رقمی نیستم جوشون، خودشون گفتن که مدام به حرفای بافت مراجعه میکنن و میبینن که بافت چه زمانی چه حرف عمیقی زدی که بعد از سالها این آدما دارن بهش میرسن و میبینن که چه عمق دیدی داشته بافت از خیلی وقت پیش راجع به مسائل و خیلی کتاب جالبی است. این کتاب رو بهتون معرفی میکنم. یک نکته جالب دیگه هم که تو یوتیوب هست، بحث و میتونید شما ازش استفاده کنید، جلسات سالیانه برکشایر هست. من چند باری کلیپ های از این جلسات سالیانه رو، کلیپ های کوتاهی رو به فراخور توییتر، چون 2 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر اجازه نمیده کلیپ بذاریم، به فراخور توییتر گذاشتم. پلیلیست این مجمع‌های سالیانه رو هم براتون میذارم. تو این مجمع‌های سالیانه بافت به همه جور سوالی جواب میده و بعضن سوال چرت و پرت هم ازش پرسیده میشه از بافت و مانگر، ولی این دو نفر میشینن و 5 ساعت سوال جواب میدن. از ساعت 8 صبح میشینن تا فکر میکنم 8 صبح یا 9 صبح میشینن تا 3 بعد ظهر 4 بعد ظهر با یه استراحت کوتاه بینشون به سوالا جواب میدن و سوالای مختلف از سرمایه‌گذاری، از نگاه به زندگی، بعضن سوالای بی ربطی هم میشه، ولی از اینکه چجوری به بیزنس نگاه میکنن، چجوری به مدیریت سهام نگاه میکنن، به حقوق سهامداران چجوری نگاه میکنن و همه جور سوالی جواب میدن. این فیلم ها هم توی یوتیوب وجود داره. من دانلودشون نکردم، نمیدونم چقدر به کارتون میاد دانلود کردن و گذاشتنشون توی کانال تلگرامی. اگر دوست دارید که من دانلودشون کنم بگید، دانلودش خیلی کار سختی نیستش اگه براتون سخته تو یوتیوب دیدن، ولی خب اگه دسترسی دارید و میتونید ببینید که بهتون توصیه میکنم ببینید. این فیلم ها هم فیلم های جالبیه. من بعضی وقتا میذارم فقط تو پس زمینه، مثلا دارم آشپزی میکنم یا ظرفا رو میشورم، این حرفای بافت رو هم گوش میکنم و بسیار حرفای جالبی زده میشه توشون. باز این در صورتی که شما وقت بیشتر داشته باشین، چون برای هر سال مثلا شما فرض کنید 5 ساعت ویدیو وجود داره. حساب کنید از منم از چه سالی دقیقاً ویدیوهاش موجوده، ولی فکر کنم از 1980 خورده‌ای به بعد ویدیوها موجود هست و شما میتونید ببینید. این مجموعه با 7-8 نفر شروع شده، 12 نفر فکر میکنم دقیقاً بافت شروع شده و الان به چند 10,000 نفر، 30,000 نفر، 20,000 40,000 نفر مثلا میرسه مجموعه
سالانه و بافت با همون علاقه که اون مجموعه اول رو اداره میکرد این رو هم اداره میکنه. تو ماه می همیشه برگزار میشه توی شهر اوماها که دفتر مرکزی برکشایر هستش برگزار میشه و بهش میگن وودستاک سرمایه‌داری. وودستاک فستیوال موسیقی خیلی معروفی بود که در شهر وودستاک آمریکا انجام شد. اینجا هم فستیوال سرمایه‌داریه و در واقع خیلی ها جمع میشن، اصلا مثل چیز توریستی اون دیگه. مثلا 5 می یا چندم می جمع میشن، همه میرن برای سخنرانی بافت که 2 سال امسال سال دوم میشه که سال آینده سال دوم میشه که به خاطر کرونا این مجمع به صورت حضوری انجام نمیشه و ویرچوال به قول معروف یا مجازی داره انجام میشه که مایه تأسف است. البته اون فیلم ها هم به عنوان قدم بعدی اگه دوست داشتید بهتون توصیه میکنم که دیدنشون رو توصیه میکنم. یک چند دقیقه کوتاهی با من همراه باشید تا این اپیزود رو هم باهاتون ببندم و یه چند تا صحبت کوچیکم با شما داشته باشم. امیدوارم که از اپیزود این هفته هم خوشتون اومده باشه و چیزایی برای فکر کردن و تعمق بیشتر بهتون داده باشه. من مدام روی کلمه فکر کنید، فکر کردن تاکید میکنم، به خاطر اینکه به نظر من بیشتر زمان شما نباید صرف اکشن و حرکت در بازار، انجام معامله در بازار بشه، بلکه بیشتر باید صرف مطالعه و فکر و تعمق بشه و اینکه اون تیغتون رو آخته کنید. همونطوری که توی مسئله معروف فکر میکنم چینی هستش تانجی میدونم که میگن که اگر کسی 10 ساعت وقت داشته باشه برای قطع کردن یک درخت، بهتره 9 ساعت تبرش رو تیز کنه. فکر کردن شما، یادگیری شما، تیز کردن تبرتونه. کافیه که اون تبری که دارید و اون معامله که میخواین تو ساعت آخر انجام بدین، تبری که میخواین بزنید تو ساعت آخر تیز باشه تا کار بسیار ساده‌ای داشته باشید، تا کار دقیق و درستی داشته باشید. ولی اگه مدام درگیر بالا پایین رفتن بازار باشین، اگه مدام هول باشید برای اینکه فلان معامله رو انجام بدید، اگه فکر کنید که من چجوری الان سریع وارد بازار بشم، چجوری بتونم شروع کنم معامله کردن، چجوری سهام بخرم، چجوری سهام بفروشم، با تبر کند به جون درخت تنومند افتادین و این وسط شما هستین که ضرر میکنید، نه تبر نه درخت چندان. به همین دلیلی که مدام ازتون میخوام که فکر کنید. یک نوشته کوتاهی رو من نوشتم توی توییتر که دوست عزیزمون، عزیز من در واقع، یکی از دوستانی که شنونده های پادکست و خواننده های و اعضای گروه مربوط به پادکست توی تلگرام هستن، به من معرفی کرد در مورد گروهی که بسیار آدم‌های باسواد و بسیار همه چیشون عالی، یعنی من اصلا هیچ انتقادی ندارم بهشون، ولی خب اون سبک معامله من نیست. راجع به گروهی که توی آمریکای شمالی در بازار سهام، بازار آپشن ها، بازار فیوچرز، من دیدم تو خیلی چیزا، تو بازار ارز و فارکس فعال هستن و خیلی در زمینه‌های مختلف فعال هستن. به روحیه من خیلی سازگار نیست و زمانی بود دیگه الان نیست و دلایل مختلف و متفاوتی هم دارم که بعضن گفتم و چه تو پادکست چه تو نوشته‌ام رو توییتر گفتم. این سبکی که من الان دارم راجبش فکر میکنم و بهش فکر میکنم و به بازار از اون دریچه نگاه میکنم، سبک متفاوتی که بیشتر به تیز کردن تبر میپردازه تا افتادن به جون درخت با تبر کند. توی اونجا از تفاوت دفتر بافت و تفاوت یک تریدینگ فلور گفتم. اینکه بافت اون عکس کمی قدیمی بود ولی عکس‌های جدیدم نگاه کنید فقط تلویزیون اغلب خاموش یا همیشه میوت. بافت یه تلویزیون دیجیتال تو دفترش داره، هنوزم همون دفتر همونجاست، فقط دکوراسیونش کمی عوض شده. یه کامپیوتر داره که استفاده نمیکنه، تازگی‌ها موبایل تاچ شده و لمسی شده و اصلا بازم مدام قیمت‌ها رو چک نمیکنه. تلویزیونی هم که اونجا هستش مثلا داره CNBC یا بلومبرگ هر چی پخش میکنه میوت هست، نمیشنوه. بعد وقت نگاه میندازه ببینه چه خبره از نظر تصویری، مثلا چه اتفاق داره میفته.
یک محیط ساکت و آروم برای خوندن و مطالعه کردن. عکس دستیار بافت رو گذاشتم که به اشتباه اسمش رو تد کومز گذاشتم که در واقع اسمش تاد کومز هست و دستیار دیگه اسمش تد وکسلر هست. این دوتا به تد و تاد معروف هستن، دستیارای بافت، و اونها همینجوری نگاه میکنن. یعنی اون مخصوصا ماجرای جالب و داستان جالبی داره که اگه یه بار فرصت کردم براتون میگم که چجوری تاد کومز شد دستیار بافت. و آدمایی هستن که بافت یه زمانی میگفت من روزی 500 صفحه مطالعه میکنم. منظورش از مطالعه مرور صورت‌های مالی شرکت‌ها بود. اون زمان چیزی بود به اسم همین چیزی که شما الان اسکرینینگ میگین تو بازار که میرین شرکت‌ها رو اسکرین میکنین، فیلتر میکنید. قدیم ها نبود دیگه. قدیم ها کتابچه های S&P 500 بود یا S&P بودش میومد بیرون و بهش میگفتن مارکت مانوال، فکر میکنم بهش میگفتن. کتابچه‌های خیلی قطور مثل دفترچه تلفن رو در نظر بگیرید. کتاب اول در نظر بگیرید. شما تو ایران کتاب اول یادتون باشه، الان فکر نمی‌کنم هنوز چاپ بشه، یا اگه میشه کتاب با برگه‌های کاهی قطور، یعنی 1000-2000 صفحه کتاب هستش. کار بافت این بود که میشه از صبح اینا رو ورق میزد، از اول شروع می‌کرد میومد جلو و فیلتر می‌کرد بر اساس همون چک لیست ذهنی که این قسمت در موردش صحبت کردیم. فیلتر می‌کرد، اغلبم رد می‌شد. یعنی از 500 صفحه شاید یه دونه سهام انتخاب می‌کرد. مثلا گزارش‌های مالی فصل گذشته یا سال گذشته شرکت‌ها بود. اینا رو مدام مرور می‌کرد و میرفت جلو و از توش انتخاب می‌کرد. روزی 500 تا از این شرکت‌ها رو یا 500 صفحه گزارش مالی رو مطالعه می‌کرد و جلو میرفت. بعضیا رو مرور سریع، بعضیا رو عمیق‌تر می‌شد و بیشتر دقت می‌کرد روشون. می‌خوام بگم که سر این آدم تو کتاب بود. من توصیه می‌کنم، هیچ چیزی اجباری نیست واقعا. نمیتونم من دعوایی که به درد خودم می‌خوره رو به همه بتپونم، ولی من همینجور سرمایه‌گذاری رو ترجیح میدم به انواع دیگه. یک محیط آروم و ساکت که بتونی توش عمیق بشی و مطالعه کنی. و البته بعضی هم آدرنالین دوست دارن و دوست دارن بالا پایین بپرن و سریع معامله کنن، مدام برای بروکرشون پول بسازن، چون برای هر کدومشون یه کارمزدی داره میده دیگه. مدام برای بروکرشون پول بسازن و هم اونو پولدار کنن، بلکه خودشون هم بتونن پولدار بشن. نگاه من به معاملات زیاد و فراوون اینجوریه که شما بروکرتون رو بیشتر پولدار میکنید تا خودتون رو. ولی خب بعضی هم این توانایی رو از خودشون، انضباط رو، توانایی رو از خودشون نشون میدن و معاملات همچنان پولسازی با فرکانس و تناوب بالا میتونن انجام بدن که بسیار هم عالی. فقط خواستم وقتی من مدام تاکید میکنم به این که فکر کنید، منظورم این هستش که فکر کنید. منظورم این هستش که عمیق‌تر راجع به بازار، مکانیزم‌های بازار، اون چیزی که در بازار میگذره و اینکه پشت اون منحنیایی که عزیزان چارتیست و تکنیکالیست مدام بررسی میکنن و خط مقاومت میذارن و ترند میذارن و انواع اقسام اندیکاتورها رو به قول خودشون از بازار در میارن، روی منحنی‌ها میندازن، بدونید و فراموش نکنید که پشت اینها شرکت قرار داره، پشت اینها یک کسب و کار قرار داره. و درسته که بازار در انتها اون چیزی که شما دارید میبینید نمودی از احساسات بازار نسبت به شرکت ها هست، ولی پیشبینی احساسات بازار بسیار سخت‌تر هست تا پیشبینی خود شرکت از بازار. بنابراین توصیه میکنم که به اون چیزی که پشت پرده میگذره هم دقت کنید. و البته منکر این نیستم که تحلیل های تکنیکال گاهی میتونن به کار هم بیان و مثلا برای نقطه ورود به سهام مثلا میتونن به کار بیان. اینکه شما یک سهام رو انتخاب کنید و میدونید که این شرکت خوبه و مثلا بدونید توی 3-4-5 روز آینده چه قیمت‌هایی، چه جاهایی ممکنه نقطه ورود خوبی باشه. وقتی که بازار داره از تب و تاب میفته، اون وقتا نقطه ورود خوبیه. ولی اینم بدونید که ممکنه خبری، تحلیلی که شما بهش رسیدین تحلیل باشه که بقیه بازار هم بهش برسه به زودی و بازار همون چیزی که شما میبینین رو ببینه و هیچ وقت نقطه های بهینه‌ای برای ورود پیدا نکنید. برای نقاط بهینه خودتون هم حد و مرز قائل بشید. انتظار نداشته باشید که بازار و منحنی های احساسات بازار، اون چیزی که در واقع واقعیت پشت چارت ها هستن، به شما همیشه نقطه بهینه ورود بده. بعضی وقتا هم نقطه بهینه ورود نمیده. شما باید تحلیل بنیادی و تحلیل اساسیتون از اون کسب و کار مدام اینو بر خودتون مرور کنید که این سهم نیست، یک عدد نیست، یک کسب و کاره.
از اون اتفاقی که پشت اون سهام میفته بتونید تحلیل خودتون رو داشته باشین و معامله خودتون رو انجام بدید. به همین دلیلی که من مدام به شما پیشنهاد میکنم دوستانه که فکر کنید، بخونید و بازم فکر کنید و مدام از خودتون سوال پرسید. امیدوارم 2-3 تا ابزاری که این اپیزود به شما معرفی کردم به کارتون بیاد. اکیداً همه اینها رو به شما توصیه میکنم، هم 2 ابزار مربوط به نوشتن دفترچه معاملاتیتون، دفترچه انتخاب سهامتون یا اون ژورنال سرمایه گذاریتون، و همینطور استفاده از چک لیست و داشتن منیفستو، داشتن این که شما چه سهامی رو میخواین انتخاب کنید، چه جور شرکتی رو میخواین. اینا رو اکیداً بهتون توصیه میکنم. کتاب Essays of Warren Buffett رو هم بخونید، کتاب بسیار خوبیه، اون رو هم توصیه میکنم. اگر وقت و پول و زمان و جون و عمر MBA رو ندارید، این نامه‌های بافت رو هم بعد از خوندن کتاب بخونید. فکر میکنم که پیشنهاد خوبی دادم به شما. امیدوارم که به کار شما هم بیاد. تا هفته آینده و اپیزودی دیگه مواظب خودتون باشین، مراقب اطرافیانتون باشید، مریض نشید. خدا نگهدار.